زن میگم زن کجایی؟ بله کجایی؟ بیا بشین که 4 دقیقه خودتو اختلاط کنه. چی دیگه تیار کردم؟ همین کبریت ها ماله چون میشتنه، همین هم خراب شده بدل شده. اشته؟ یه تا کبریت بزدم هیچ روشن نمیشه، خاموش میشه. پس خب یعنی همین سخار بزدی گل میشه؟ ها دیگه. میگم چه کار میکنی همون گونایی که گل میشه؟ هیچی میندازم تا آشغالا. چیکار میکنم؟ تو چی میگی میندازم تا آشغالا؟ آخه اون سیخ سوختهایی که ال سری میسوزه اونا رو پرتو نکن، اونا اسراف میشه. میگیریم اونا رو قرار خلال دندون تیار میکنیم، از اون استفاده میکنه. تو چرا این کارا میکنی؟ بابا ایلا دیگه شما بریم یک قوطی خلال دندون بستنیم. چندیا داره میجم 100 تا داره 200 تا داره. خب هر چی داشته باشه چرا آدم اسراف کنم این سیخ گوگیر داره؟ یک چیز دیگه اون روز دیدم ظرفار میشینی بچه همسایه بیامد که چون کاسه آش آوردک، تو برفتی کاسه آش تا جابجا نکردی همون نل یک سره میرفت. آخه کار خوبی نیه. از یاد برفت دیگه. تا باغچه یادتونه که نل رمیت وا گرشتی از باغچه شار کرد برفت. آخه اینو اسرافه خوب نیه دیگه. خدا نگفته که آدم اسراف کنه، میگه بخوری بیا شامید اسراف نکنی. تو تاثرار بیشتر وقتا میبینم جارو نمیکنی که خاکار جاری کنی، به شلنگ تاثرار میشوری و جاری میکنی. حاجی صاحب چی سختی میکنیم دیگه؟ به کی مایم جمع کنیم؟ بس دیگه. زن تو چی میگی؟ این سختی نیه، این اسرافه. آدم باید اسراف نکنه. ما آدم اینیم که تو خواسته باشم که هر چیزی تو خواسته بشی اسراف کنی. من چوب باشم گپ پخ تلخه با تو میگم. حاجی صاحب دیگه تو که پا نزنین. به خدا یکی دیگه به جای شما نمی بود. بگرد همین خونه زندگی تیار میکرد 20 رقم موتر بگر بدم خونه می بود. شما همین کارا میکنین به کی ما این جمع کنیم؟ زن این سختی نیه. من خوش ندارم اسراف شه. این اسرافه. اسراف کردن گناه داره. باید تو بفهمی که من آدمی هستم که اسراف خوش ندارم. با می واسطه گاهی وقتا اگه پای دهنم میریشه تو ناراحت میشی. تو باید خوش بشی به این کارمه. حاجی صاحب شما خیلی گپ یاد دارین. برو کنه دیگه من بسوخت. چی بگم؟ من نمیفهمم همین زنا اگه بعضا چیزا رو ببینم میگی یوش کن میگن تو سختی. بابا من سخت نیم، من اسراف کردن خوش ندارم. نمایم چیزی که زیادی مصرف شه من رنج میبرم. خیلی خوش آمدین. بفرمایید. چی عجب چی ما عجبی خوبیم دیگه تیا خوشحالیم. شکر شما. گفتم همین توخزم برو خبر بگیرم. خوش آمدید. شما سلامم سر رفت. کارا خوبه کردم دیگه بی حکه بدو. تو باشه برو من شما خبر بگیرم که اختلاط کنی خودیا. خوب کاری. تو چاش میرون دیگه بار میکنه که با شوهر میای بخیر. خوبه. چی اختلاطای چی گپایه؟ هیچ سلامتی قدری. از شما چی خبر؟ هیچ خبر دیگه. ما دیگه جا شما خیلی پریش به عروسی بدی. خوب. خودی عجیب رفتم دیگه اشته عروسی دیگه. مردم که چی طلاها جشتم چی رختار جشتم دیگه از اون ساعت با پا دیگه برقت بزد. برش بزد خواه. خوب. خواه دیگه بیامدم به خونه دیگه شوهر من پرسی که چی گفت گفتم هیچ گپی. ایت من دو طلاهای جشتم میگه رختار جشتم چی یعنی خواه دو تا پرانم تا خوش کردم با قرآن چی. با خودش ما بخیر خوشی بریم بخریم. اگه عجیب من پول بدم. چرا خواه؟ ای خواه دست رو دل من نگذارین که خونه. چرا؟ این عجیب قرآن همیت مر به همی بینی رسونده. یک سیخ گوگیرده میگه از سیخ گوگیرده که میزنی میگه پرتو ندی ایر بگذار سیایی و سیوا میکنه ای میتراشونم چه کار میکنه اینا خلال دندون تیار نه خن خوار دیگه دل مخبی از تو بیلا کاش که ندی اگه آخه یک بس خلال دندون خواه به در پی بده به در جاده جق بکشه خوار اگه ندیشته باشه به دل درد نیه میگم نداره من سختی میکنم آخه تو داری ای بری من 4 تا چوری نمیستانه کی بیدم اینا رو بستاندم اینام بدلی به دست خود کردم خوب که میگم قوم خیشی میایه ببینن آدم یک دوست داره 100 تا ای خیلی بینی راست میگی بریم میگم برو هم 3 تا چوری بستم بریم من دستم باشه گلوبندی بستم میرم به مجلس حداقل دشمن کشی هسته
ای برای بگیم برو ببر پولا به کی جمع میکنی؟ سبا میبره به سلطان آقا پولا خودی خوب به قبرستان پولا به کی مایه؟ همانی به زن خو خرج نکنه مایه به کی خرج کنه؟ بازم قربون شویمه به قرآن راست میگی با خودم تا که بیام بگم فلانی هم بیده پیرانی ببری بود اول که اخمت اخ میکنه بعد از اون که خودی میره با بازار میخره قربون خط والای شما خدا با قرآن یک مرد سلیقه مند که دیگه چی شویش ما دیگه ایران میمونه نه بابا من یک پیرانی به من نمیستونه همون بگرد پر رس سال من به مجلس ها برخون ما یک 20 تا مجلس بشه 30 تا بشه یا 100 تا بشه خلاص زن دعا کن که بخیر خدا میکاره مسجد و پول خلاص کنه که ما از این یک سرپرستی نجات پیدا کنیم انشالله خلاص میشه خونی خدا هرچی کمک کنیم هیچ غمی نداره دیگه گپی نیه زن همی که آدم سرپرست نمیشه یا کلان استاده میکنم 100 رقم به خدا گپ رقم راست میگه خدا شما بس ما 100 سال عمر بده ما چون این پولا چه زود خلاص شد این پولا چه کار شد این پولا خب بابا جان پولیه که من از این همسایه جمع میکنم میارم احترامانه میدم یا رگ میخرم یا سمت میخرم یا انمی کارا دیگه حالی هم گفتم پولا کم اومده گفتم برم دم خونه شکر که کمک پول از بستون او هم قول داده بود که من با پول کمک میکنم هم برا به در خونه میه شکر ولی که بشی مرد تو خود خود سبک نکنی فی شخصیت تو کرده چرا این مردکی هیجی که به زن خو میگه همین گوگیده که میزنی به اجاق گاز سیایی میشه سر سیایی بتره شد این بغضا به تا یک شیشی که یه خلادندون باشه این با تو پول میده که تو بچه بسازی تمشته که پا میزنی زنیت هم نخواه بود بدید خیلی انسان خوش برخوردی خوش اخلاقه تو گپا میزنی که چی بگم مرد برفت تو بخونی و زن اختلاط میکرد به قرآن اختلاط هم که سرم شخ بده یعنی همیجی شکر همیده گفته ها دوست از که 3 ماه 4 ماه که همی عروسی برارینه برای کشه میگه به من یک پیرانه به خطا با حال نخریده امروز سبا میکنه سبا پس سبا شب عروسی هم میگه پول نیست ما به زندگی شخصی مردم چی کار داریم؟ به زندگی شخصی دیگه که سخت این مسائل عامه همه مردم کمک کردن احتمال داره ایجی هم کمک کنه اگه این سودی مرد آنه من قلبی تو میکنم متکی ایجی ما خواهد از این آدم بدی ندیدم خوده من تو میگم خور سبک نکن خلاص زن همون چیزی که داری از او استفاده کن درسته که به 2 تا مجلس بردی استفاده کردی ولی استفاده نشده که او دور بندازی بعد دیگه میشه که من به هر عروسی میرم تکراری بپوشم هم قوم خیشا چی میگن میگم من زن هجیه این لباس خیلی دیگه لباس که تکراری نمیشه دیگه گپی نو کاس بله سلام علیکم فضل جان خوبه سلامت باشیم اختیار خوشحالیم فامیل خوبم من با خونه میتونیم با خونه تشریف بیاریم به خدمت شما رو نه اصلا این گپا چیه همسایه به سر همسایه حق داره شما نور چشم مانیم هر کار خدمتی که بگیم به خدمتم بیاییم به خونه انشالله ما به خدمت شما هستیم همینجی آمادگی میگیم تیار خوشحال باشیم خداحافظ چی مایم مثل که کار ضروری دارم اصلا فکر کنم به یک مسئله میایم همین فکر میکنم ولی زن تلاش کو کوشش کو که از اون چیزی که داری به نفع اصلا استفاده کو بعد از اون که استفاده نمیشد باز به یک فقیر بیچاره هم میدیدی به مشکلی فهمیدی؟ اجازه مثل که بیامدم اینا نزدیک بودم من میرم در آدم باش برقا کجا بود که بره؟ اشکه پردر بالا هیدازو یا ربی همسایه چی مایه که آمده؟ اجی همین چی نمیگه؟ بفرمایید خیلی خوش آمدین بفرمایید سلامت باشین بفرمایید شما خوبین سلام سلامت خواهش میکنم سلامت باشین چی داره خوبه شکر شما خوبین سلامتی تیار خوشحالین زنده باشین تیار خوشحال خواه شکر زنده باشین خیلی خوش آمدین شنویسه از معجب ما مردم دیگه مزاحم شما میشه نه خدا شکر شما خوبین همشیره سلامت باشه زنده باشه سلامت باشه بیشتر ایسه دیگه بخشش باشه مزاحم شما خواهش میکنم دیگه این منطقه این مردم ما رو به ایسه کلان استاده کردن
بله دیگه اگه خود شما میفهمیم ما شما کاروبار داریم ولی گفتیم این کار خیریه بعد ثوابی برای ما برسه. دیگه اکثریت همسایه پولا جمع کردم دیگه ریگ و سمیت و چی اینا رسوندیم دیگه ناله بخیر خزنم جان دیگه کم اومد. خودم همین مرچت هم دیگه خدمت های مرچت اصلا موضوعی بود گفتم باشه که من پیش رئیس بیام یک چکری همین هم همسایه کمک اون چیزی که واسه توان شما میشه ما نمیگم والا حتما نمیخدن اما گفتم همین چیزی که واسه توان شما میشه شکر شما دست شما دهن شما میرسه نسبت به دیگه همسایه گفتم اگه لطفی بکنید. خیر بینی فضل احمد جان زحمت ها خود ببخشیم ثواب میکنیم که به مسجد و پل شما همیشه پیش قدمیم کارا اینا رو میکنیم. خداوند شما خیر بده. دیگه ما فقط به این واسط آمدم گفتم سعی کنم دیگه کمکی که میکنیم همین واضح باشه که باز همین همسایه نگم که والا چه کارک شده فلانک شده. حالا چی کم داره مسجدی تو بگیم؟ دیگه خشت پخته کم داره. دیگه گچیر به خیر خوشی کمه به مسجد. بله. به مسجد فرش مایم به خیر خوشی کارا مسجد هم فقط موضوع پول کارا مسجد خلاصیم فقط فرش و میگه پا مایم. دیگه هر چی که شما درست. من 200 تا گج نوشته کنیم 20,000 هم پول به خیر خوشی فرش مسجد هم من خود کسی گپ میزنم امی 50 قطعه قیلین 12 متری انشالله به خدمت شما هست. اشته نزن ما واقعیت به شما ما میجگاه بگم ایسی من جلوتر از اینکه به خونه شما بیام به خونه از سر کار بیام زن خو گفتم همین موضوعی هم که هم اومدیم بریم دم خونه اجیسه این که من روز رفتم زن اینا گفت که والا گفتم سخت گوگل که شما میسوزه اون چون که آخر نگاه داره که با خلال دندون تیار کنیم من میته جمع بموندم ولی با این گپ شما حال مهیرون بموندم خدا شما خیر بده خدا شما زنده باشه. نگاه کنیم ما شما باید خوب متوجه باشیم که چیزی که لازم استفاده کنیم که نیه باید دور اسراف نکنیم. اگه ما سخت گوگیر در به خانم ها گفتم ویشکو به خاطر که اسراف نشه اگر من بزی میگم او مصرف نکن زیاد متوجه به گاز باشه کتری میجوشه او خوش میشه هدف اینه که مصرف میشه هدف اینه که اسراف نشه. من به خیر به سرک به پلچک من حاضرم هر کاری بکنم ولی خانم دست رخت داره میگه دو دفعه بپوشیدم دیگه نمیپوشم. من گفتم نه مگری بپوشید تا صحتی که لازمه باید بپوشید. راست میگه ایسه واقعا گپ به جای گفتین. بعضی از خانم‌ها من نمیگم کار خدا نخواسته خانم میگن بعدی بیایه میته به حساب رخت و لباس و طلا خانم‌ها کمک شیخ دارم. تشکر ایسه از اینکه رومال به زمین انداختیم خدا شما خیر بده خدا به حسنات شما حساب کنه. تشکر ایسه خیر ببینیم خوشحال ساختیم. زنده باشین. خود حدیث شریفه میگه بخورید بیاشامید اسراف نکنید.